سلام، خیلی مخلصیم. اومدیم با همینطوری شو و بهنام عزیز بعد از مدت‌ها در کنار ماست. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. دم شما گرم که ما رو دنبال میکنید. مرسی از مهدی عزیز که یه بار دیگه گفت ما بیایم پیشش. بهنام یه سری عکس‌ها هست میخوام بهت نشون بدم. خب حست راجع به اون عکس رو بهم بدی. خب آخه بعد تلویزیون کنترل تلویزیون میذاشتیم. این بابای من عاشق این بود. اینقدر این فنرشو بازو بسته کرده بود دیگه در رفته بود. بنا فنری بود. آره. بنا فنری نبود. فقط کیپ میشد. بس نشد. نه راست میگه فنر داشت. هرچ سرویس کرده بود. دیگه گشاد شده بود. اواخر کاملا گشاد. این بده. اگه متولد اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 هستی این عکس‌ها برات خیلی خاطره داره. آخه این دیگه خیلی قدیمیه. خیلی قدیمیه. اینو واقعیت بگم ما این مدلیشو نداشتیم. ما داشتیم. ما یه دونه پاناسونیک بود اگر اشتباه نکنم داشتیم. این شکلی نبود ولی خیلی یه ذره امروزی تر بود ولی شکمدار حامله. آره اون شکلی بود. نارنجی بود. آفرین دقیقا. خاطری آنچنانی ازش ندارم جز یه خاطره. فقط یه اسمی کارتون میگم و من عاشق اون کارتونم، بچه‌های کوه آلپ. بهتون بگم موقع که این کنترل نبودی بعد با بزرگم اینا رفتن یه دونه رنگی خریدن کنترل دار همه چیزو می‌زدن. ما از این دکمه یاد داشتیم. با بزرگم به خدا قسم. بعد میگه تو کنترل مایی. من خیلی بچه بودی. تو کنترل ما. تو کنترل مایی. برو بزن یک. من میتونم یک. ای آدم سرم. عکس بعد. کیف ساندیسی، سفره ساندیس رو. خب این تنها چیزی که من یاد میندازه اینه که همیشه به ما میگفتن که آقا از اینجا باز کنید ولی ما همیشه از اونجا باز میکردیم. ولی خب اینم بهتون بگم این کیف یا این جریان مد بود است. آره تو هر ما داشتیم حتی. آفرین تو هر خونه غیر ممکن بود یه نفر باید از اینا داشته باشه. یعنی اصلا نداشت نمیشد. تعطیل بودیم ما. تعطیل که نه، این تمام دلخوشیامون نه بود دیگه. این ما سومسرا زندگی میکردیم. دقیقا یه همچین حیاتیه مثل این کاشی های این مدلی. دقیقا اصلا این همین ترکیب است. دقیقا از کاشیاش هم همین مادرم فرش میشد. آره دقیقا همین. ما رو کجا برد؟ یادش بخیر. یعنی واقعا غیر ممکن بود. اول بهار کل فرشا رو میریختن حیات همه بودن. همه میریختن سری فرشا رو میشستن. چند صفا و صمیمیت بیشتر بود. همه چی قشنگتر بود. A few moments later. نباتی. چه ربطی داره؟ بهنام یادش نیست. نه من شامپو یک بار مصرف. نه من واقعا اون موقع بلد نیست. آره همون عمومی زیاد بود. یعنی هر خونه ای مثلا همون نداشت. میرفتی همون عمومی همون نوره بهش میگن. رفتی همون به تعداد بهتون از اینا میدن. اینا میفروختن. نمیدونم آره چقدر بودش یادم نیست ولی میفروختن. این میشد یک شامپویی که تو بتونی بری دوشتو بگیری. خیلی باحال. بعد رنگ‌های مختلف داشت. این فقط زردش. این یاده چسبونک. بله. علی فریزبی نبود اون موقع که. والا فریزبی چی این پرت میکنن؟ فریزبی نبود. یه دونه این بود. یه نفر این بابا میساد. یه کش 5 سانتی داشت یاد باشه. بعد یه مدت هم گشاد. خالص دست سلامات میداد. داغون بود. اون اینجوری می‌کردی یعنی توی دست چپ. با راست توپو مینداختی اون میگرفت بعد میکرد مینداخت. تور بودیم. رقص نور چیه؟ پدر من. یعنی رقص نور کجا بود؟ دیجی کجا بود؟ خودش تعریف میکنه قبل از اینکه ازدواج بکنه کارش همین بود. عروسی‌ها میرفت. نه تو عروسی‌ها میرفت از اینا وصل میکرد، سفره عقد میچید. خیلی آدم سفره آرای الان بود. ما آفرین. اصلا نیست الان جایده. نه این مدلیاش دیگه نیست. دیگه اوجش میدونین چی بود؟ اوجش توی مدرسه بود 22 بهمن. آفرین. قبول داری کل اون محوطه رو از اینا می‌زدن. بعد به گوزم بند پاره می‌شد. چقدر اشتباه کردیم. قبول داری؟ واقعا. گچ دیگه دهه 60 و 70 دیگه باج آشنا. حتی دهه 80 هم میدونه پایان دیگه چیزی که نه فکر نمی الان دیگه همه وایت بورد و ماژیک و الان کسی گچ استفاده نمی‌کنه. خوبه. این که دیگه مشخصه دیگه راجع به این چی بگم. ما مثلا داشتیم اینو. شما داشتیم. آره. ما داشتیم مثلا تازه همه جا داشت گازکشی میشد. سال 79 اینا بود دیگه گازکشی‌ها همه گاز داشتن تقریبا. ولی با بزرگم اینا تا سال مثلا فکر میکنم 84 85 بازم از این استفاده نمی‌کردن. بخاری نفتی داشتن. بخاری بزرگ داشتن اون نفتی بود. مثلا هنوزم توی روستاها هستش. از اینا هستش. لاکچری ترین
پتوی دهه 70 ها. 60 تا 70 آره. آره 60 تا اون دیگه تو 70 آقا پلنگ میخوابیدیم اون موقع. بعد تو عروسی ها اینو کادو میدادن. آقا همه داشتن، اصلا همه داشتن. مثلا طرف میومد پلنگ آورده، ببر آورده تو عروسی کادو پا تختی. بعد چرا؟ بعد چی سوال تو دارم، چرا میدی؟ چرا دورشو میدوختن؟ عکس بعدی. این اصلا ما رو ول کن. یعنی اصلا شرط می‌بندن تمام بچه‌های 60 و 70 73 4 یه عکس با این داره. همم اصلا اینو ول کن. این فقط تو کلا قرمزی و سربناز. سر تو بالا کن سر به ناز لی 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 اونجا رو نگاه کن سر به ناز اونجا رو تمام شده است اصلا. آتاری، فامیلی گیم، میکرو، سگا دیگه خیلی نسل جدیدتری باز بود. آره سگا دهه 70 بود بیشتر. ولی اینا دیگه برای مخصوص دهه 60. دیگه. خدا بیامرزتش قصه های مجید. ولی معلم که توی مدرسه استعداد دانشمند شدن ما رو کشف کرد شامل آقا. وقتی که شما ما رو تشویق کنید ما دانشمند میشیم پس بعد آقا شاعر میشیم. مجید. انا فکر نکنم اصلا کسی دهه 80 بدون اصلا رسانه. نه. یا اشاره اگه ندیدین حتما ببینید رسانه مجیدو، خیلی خوب. یعنی اصلا واقعا متوجه میشن دهه 60 70 چه جوری زندگی می‌کردن. زیزی گولو تا به تا زیزی گولو آسم پاسی تا به تا. Zizi, Gulu, Hati, Pati, Vera, Kuta, Ta, خیلی الان جدیدن دیدی چیزی بسازن؟ نه. این شکلی؟ نه به این یعنی واقعا اون دوران خونه مادر بزرگا عروسکی بود. چرا دیگه مثلا فقط میتونیم بگیم آقای تماس تنها کسیه که این سبک رو نگه داشته. مثلا زیزی گولو عروسکی بود، خونه مادر بزرگ عروسکی بود، دزد عروسکا سینمایی بود که بازم عروسکی بود. چی بود؟ دون عروسکی بود. چاولاور عروسکی بود. بله. درست عروسک تنپوش بود دیگه. آفرین. چاولاور بود. مدرسه موشا عروسکی بود. الان دیگه اصلا عروسکی نمیسازن. الو من جوجو هم بعدش اومد. الو من جوجو خدا بیامرز. کوبک گل اگه گل داره. دنیای شیرین دریا. اگه اشتباه نکنم باشه دیگه واقعا نمیدونستم. رویای شیرین دریا یا دنیای شیرین. دریای شیرین رویا. جریان بعد کارت بازی میزدیم باید برگشت. یعنی لیگ بود، یه لیگ بود برای خودش. انواع اقسام بازی داشت. یه تایمی بود قدرتاشو پشتش میره، یادت ماشین اومد موتور اومد قدرتا میره. بعد مثلا من یه کارت برمی داشتم، اون یه کارت، بعد گفتیم که آقا سر چی قمار کنیم؟ اون میگه قدرت موتور. این مثلا بود 1000، اون بود 1100. اون میبرد. کارت رو باید میدادی به اون. این کارت دیگه مال اون میشد. مثلا یه داستان عجیب غریب. بعد سر رنگ میتونستی قمار کنی. یادش بده. عکس بعدی لیزر. نه هر کی داشت پولدار بود. پولدار بود. همه آرزوی یه لیزر داشتی. بعد لیزرم سرشو عوض میکردی جلوی جمع، مثلا میومدی اینو عوض میکردی طرح عقاب مثلا خفاش میزدی یه خفاش اونجا افتاد. ببینی منم دارم، تو داری از اینا. تکنولوژی دیگه. تازه تکنولوژی اومده بود دیگه. آره برق که میرفت از این استفاده میگه چرا برق میره؟ آره خیلی ضبط هم داشت. آقا شارژ میشد. مثلا همه کاره بود دیگه. ضبط بود، لامپ بود، یعنی چراغ اینا بود، رادیو بود، صدات هم ضبط میکرد، یعنی فقط پخش نبود، میدونست ضبط کنه. بعد قابل هم بود، بعد باتری خور بود. باتری میزدیم، باتری گردان، سوا باتری کلافت. آره یادش بده. این مثلا اومده بود اینو تو قرعه کشی میذاشتن اگه یاد باشه. بانک قرعه کشی گذاشت میگه اینو برده بودیم ما. واقعا دو تا چیز از بانک بردیم، یه دونه رادیوی جی پی. اون موقع چیز نبود که چی بهش میگن؟ موزر نبود، ریشتراش نبود، این دستی. بعد کسی که اینو داشت توی محل همه کاره بود. یعنی دندون بسش موکوتا میکرد، دندون میکرد، شاید باورتون نشه، ختنه میکرد. طب
سوزنی داشت، دکتری بود برای خودش که نمیدونم این دستگاه چه ربطی داشت که هر کی این دستگاه رو داشت همه کاره محل. بعد معمولا هم اینا میگن که سیبیل دارم نمیخورد دکتر دلیل نصف بیشتر مشکلات جنسی که آقایون دارن تو دهه 60 قدیم مثلا 61 زوسه ها به خدا همینه. یه راستن کارش خطر نبود میاد خطر کار نه. این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. با این نمیخورید با این چندش با این همون دورمون رو میزنه. این قشنگ 3 4 تا چیه هر یه دونه ای که میزد نصفو میکن. این یه تکه رو میکن. یه جاهایی بر برش میکن. آفرین. رگمون هم میزد، یعنی مثلا اینا که رگمون چی بیرون میگن میزد. مثلا نیشکون میگیره. اوف الان یارو اینجوری داره بچه‌شو مثلا میزنه. اوه چی شد؟ هیچ یه لحظه برق گرفت. گاز گرفت. مثلا گاز گرفت. احمد گستاخی رو میبینی به کجا رسیده؟ تو اینو دیدی؟ بله. تجربه کردی اینو؟ بله. کپون. من تو صف کپونم بچه بودم. آره 78 به این ور اصلا فکر نکنم دیده باشه. بعد کپونا مختلف بود، همه این شکلی نبود. بعد اعلام می‌کردن کد 570 برای شکر، کد 340 برای مثلا غم. جمعیت اینجوری ها. من میدونم میمیری سفرهای گالیله. من که قبلا گفتم کارمون تمومه نداره، ما دیگه نجات پیدا نمی‌کنیم. من میدونم اینم که حاج زنبور اصل حاج حاج بهترین کارتون من این بود. عاشق این کاراکتر بودم. خوب در میاره. هیچی نبود، یه خط. آره یه خط. سنگاز کلاغه کلاغ نیستی، مرغ میناه. مرغ مینا حرف میزد، کلاغ حرف نمیزد. چرا کلاغه دیگه. آقای مرغ میناه. شما اون زیر برام به خودم مرغ میناه. کلاغ اسمش چی بود؟ این کدوم مرغ مینا اونقدر منقار داره آخه؟ با مرغ مینا اصلا دیدی؟ آره آخه این درست خدایی. شما اون زیر برام کامل اسمش یادم این نیست. عکس کلاغ این باد بود. اون علی بابا این چی بود؟ اون نه بابا اون سردار آزمونه. راست میشه. آقا اینقدر نگین بعدن، اینقدر نگین. حالا بمون ببینیم بعدن چی میشه. بعدنی وجود نداره. بعدنها آدمو پیر میشن، دلا پیر میشن. بعدنها آدمو دلتنگ میشن. اینقدر همه چیز رو به بعدن نسب. این جمله رو خیلی دوست داشتم همیشه بگم. هوای همدیگه رو الان که هستیم داشته باشیم، نه بعد. خیلی دوستتون دارم. مرسی از مهدی عزیز که یه بار دیگه باعث افتخار من بود که کنار مهدی عزیز باشم. اگر حرفی چیزی در لحظه گفتیم واقعا برای مزاح بود، نه هیچ بی احترامی دیگه. دوستتون دارم. دم شما گرم. این فیلمو لطفاً ازتون خواهش میکنم به پدر، مادر، داداش بزرگ، خواهر بزرگ اگه دارید دهه 60 70 حتما بهشون نشون بدید. ببینید اونا چی بهتون میگن. مطمئنم شوکه میشید. میگم به خدا مطمئنم از اون ریاکشنشون خوشحال میشید، شوکه میشید. اگه دوست دارید ویدیو بعدی به نام باشه ما رو گاز بگیرید، کامنت بذارید، ساب بکنید. دمتون گرم. خیلی مخلصیم. چاکر. خدافظ.